فکرشو میکرد یه روز بیاد که وقتی از بیمارستان برمیگردی خونه نتونی اونجور که دلت میخواد از اون ته وجود بچه‌تو ببوسی. یه صدای غریب دائم توی گوشت بپیچه که محکم بغلش نکن، محکم نبوسش، موهاشو بو نکن. ممکنه الان خودت یه ناقد بدون علامت باشی و بوسه هات، بغلت، آغوشت پر از خطر باشه. کی فکرشو میکرد یه روز وقتی خسته از بیمارستان برمیگردی یه ترسی تو وجودت باشه که خودت هم از گفتنش ترس داری. سلام عزیزم، خیلی خوش اومدید. توی اپیزود بعدی از مصاحبه های رم قراره که با خانم دکتر رشیدی رزیدنت داخلی بیمارستان شریعتی صحبت کنیم. بازم قراره که داستانشون رو بشنویم و در مورد سختی های این مسیر با هم صحبت کنیم. ممکنه پیش خودتون بگین که همش سختی، مگه ما نمیدونیم سختی ها چی هن؟ مگه ما توی زندگیمون سختی نداشتیم؟ چرا؟ همه اینا رو درک میکنیم، اما بنا هست این سختی ها رو اونقدر تکرار بکنیم تا کسایی که خودشون رو به خواب زدن در نهایت بیدار بشن و تلاش کنیم در جهت اینکه یه زندگی بهتر داشته باشیم. چی شد؟ هیچی ادامه. خب از اول شروع کنیم؟ خب باشه. الان خوبه این چیز شامل اینا یه میافته. نه خوب نیست، این گوشه یه ذره چیز شده. آره آره الان خوب شد. اینا رو بعد اون فکر کنم من شده اینو بده. نباشه. اینا بگیرم. چند بزنم دوست گوشی میخواد باشه. نه اون نباشه. گوشی من جنبه رو سایه. میگیرم. خب وایس. نه اصولا ما باز نشد. بسم الله. تاثیر خواهرم بود. نه قشنگه. چرا کاری؟ خب اون جمله منم که باشه آخر میگیم. آره. سلام خانم دکتر، خوبین؟ سلام. قربون شما. حقیقتا ما یه اپیزود دیگه قراره داشته باشیم با یه روایت جدید و یه سری صحبت‌های جدید در مورد رزیدنتی. لطف می‌کنین خودتون رو معرفی کنین؟ سلام، من دکتر سارا رشیدی هستم، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی مازندران آنصاری در مقطع دکترای عمومی و در حال حاضرم رزیدنت سال 3 بیماری‌های داخلی علوم پزشکی تهران بیمارستان شریعتی هستم. خیلی ممنون. خانم دکتر، اول صحبتامون دوست داریم در مورد رزیدنتی حرف بزنیم، یعنی دیدگاه هر رزیدنت نسبت به این مقطع. شما خودتون قبلا دیدگاهتون چی بوده که تصمیم گرفتین وارد حالا رشته داخلی بشید و الان فکر میکنید که چقدر نگاهتون نسبت به اون نگاه اول تغییر کرده؟ واقعیتش من اول بگم که حالا دانشجوی پزشکی حالا تا دکترای عمومی رو خب همه یه مسیر رو ثابت با هم پیش میریم و خب از اونجا به بعد هر کس مسیرش زندگیش جدا میشه. حالا یکی میره طرح عمومی، یکی استریت هست میخواد رزیدنتی شرکت کنه، یکی اصلا میگه که من مدرکمو گرفتم میخوام برم مثلا رشته دیگه ای رو بخونم، یا یکی میگه میخوام برم مطبمو بزنم یا برم تو کار زیبایی یا تو اصلا محیط دیگه یا کار پژوهشی. و خب من خودم به شخصه خیلی فکر کردم تو این مسیر که انتخاب کردم. حالا من طرح عمومی رو رفتم و خب تو اون دوران متخصصای زیادی رم دیدم، باشون صحبت کردم و خب مسیری که اون لحظه انتخاب کردم برای رزیدنتی رو واقعیتش من خودم با تجربه شرایطی که حالا توی زندگیم بوده و نشستم با خودم حساب کتاب کردم، یعنی 2 تا 4 تا کردم که من چی میخوام برای آیندم و دوست دارم به کجا برسم. و خب وقتی مسیر طولانی باشه هدف‌هام این وسط گم میشه، هر چند وقت یه بار باید اون هدف‌ها رو به خودت یادآوری کنی. و خب بر اساس اون من انتخاب کردم که اومدم رشته رزیدنتی و رشته داخلی اصلا اومدم. و خب واقعیتش حضور همکارهایی که بودن اطرافم هم بی تاثیر نبود. مثلا من تو همون طرح عمومیم 2 تا متخصص داخلی بودن که در کنار من بودن و خب حالا اسمشون هم میگم، خانم دکتر رضایی و خانم دکتر بابازاده، واقعا باعث شدن که من خیلی علاقه‌مند شدم به طب داخلی و اصلا خیلی مخصوصا با دکتر بابازاده خیلی صحبت کردم برای اینکه بتونم رشته‌مو انتخاب بکنم و پشیمونم نیستم. یعنی یه تایمایی شاید مثلا سختی و خب مادر علم پزشکی بیماری‌های داخلی و واقعا رشته خیلی سنگینیه
تعداد کتاب‌هایی که داره بسیار بالاست، حجم مطالب زیاده، باید حضور ذهن قوی داشته باشی. ولی خب علاقه‌ای که در من ایجاد شد تو این مسیر باعث شد که من این رشته رو انتخاب کردم. خیلی نه اشکال نداره. خانم دکتر یه روز کاملتون رو میشه به ما بگی؟ حالا روزی که بیشتر در واقع اتفاق میفته، اصلا شما چه ساعتی وارد بیمارستان میشین، چه مسئولیت هایی خواهید داشت و چه ساعتی اصلا میتونید برید سمت استراحت کردن خودتون و کاملا فارغ بشین از محیط بیمارستان؟ خب بستگی داره که اون روز کشیک باشی یا نباشی یا پست کشیک باشی، یعنی هر کدوم واقعا مقوله جدایه. ولی خب به طور کلی یه روز عادی رو بخوام بگم بستگی داره که چه روتیشنی باشی، چون بیماری داخلی گفتم رشتهش خیلی وسیعه و بخشای متنوعی داره، حالا گوارش، ریه، روماتولوژی و غیره. خب بستگی به اون بخشی که داری که شما توش هستی. یه سری بخشا هستش که خب تو بعد صبح خیلی زودتری بیای، مثلا گوارش رو دیگه مثلا 4 صبح توی بخشی، ولی خب بخشای دیگر رو مثلا میتونی دیرتر هم بیای. حالا مثلا به طور معمول، حالا من الان سال 3 هستم، معمولا ساعت 5:30-6 صبح دیگه بیدار میشم تا ساعت 7 بیمارستانم و از اون همون لحظه که حالا وارد میشیم همکارا لطف دارن، حالا مشاورهایی که میذارن برای ما، من خب ممنونشون هم هستم صبح زودتر مشاورهاشو بذارن، چون هر چقدر دیرتر میشه و به ظهر میرسه خب سخت‌تره جواب دادن تا با استاد هماهنگ کنیم. و خب تا ساعت تقریبا 2 بعضی از روتیشنامون هست، شاید مثلا تا ساعت 3-4 هم بخوای باشی بیمارستان و با استاد مشاوره ها رو جواب بدی. اگه مثلا روتیشن آی سی یو باشی خب از 7 صبح تا ساعت تقریبا 3 بعد از ظهر باید باشی تا آی سی یو رو هم تحویل بدی و خب حالا بعدش کشیک شروع میشه. ولی توی این بازی شما فرصتی دارین که یه استراحتی صبحانه چیزی داشته باشید یا نه؟ این کارها پشت سر هم دیگه است. اگه که اون روزی باشه که مثلا مشاورهای اورژانسیت کم باشه، چرا واقعا میتونی در حد مثلا 20 دقیقه نیم ساعت. ولی اگه مثلا روز خیلی شلوغی باشه خب نه، متاسفانه باید وسط مشاوره مثلا از این بخش داری میری به اون بخش، از این ساختمون یه استراحت چند ثانیه، آره یه قهوه‌ای واسه خودت بخری و یه حالا مثلا شکلاتی چیزی بخور. میخوای با مشکل رو با شال یه دونه درست کنی، چون این شال خیلی بده. خوبه. بد نیست، من هی آخه به شالم دست میزنم. خوبه؟ خوبه. ادامه اون روز قراره چجوری باشه؟ حالا اگه اون روز که کشیک باشی که خب دیگه باید بری آی سی یو. حالا ما سال 3 ایمو میگم، تو سال 3 ما کشیکای آی سی یو و کشیکای مشاوره داریم و خب تو باید بری ساعت 2 در از باید بری آی سی یو رو تحویل. یعنی ممکنه وسط مشاورت بری آی سی یو رو تحویل بگیری، دوباره بری ادامه مشاورهای صبح. آره دقیقاً همین جوریه. خب دیگه کشیکمون شروع میشه تا فردا صبحش دیگه فیکس آی سی یو هم هستیم، همزمان چیف اورژانس هم حالا در ادامه میشیم از بعد از عید، یعنی رزیدنت های سال 4مون که خب بالاخره تموم میشه تایمشون و خب میرن واسه درس و اینا امتحان میخوام بدن که ما چیف اورژانس میشیم و خب همزمان هم آی سی یو رو باید بگردونی، هم مشاوره ها رو داری و هم اینکه باید اورژانس رو هم حالا همکارای سال 1 و 2 که هستن نظارت داشته باشی روشون رو بگردونی. تا چه ساعتی طول میکشه تقریبا؟ از ساعت 2 اگر شروع بشه؟ اگه کشیک روز عادی باشه، یعنی روز تعطیل نباشه، از ساعت 2 شروع میشه تا فردا ساعت 7 صبح کشیک حساب میشی و از 7 صبح دوباره روتیشن صبح شروع میشه تا ظهرش که حالا انشالله که بتونی آف شی بری خونه. یعنی از 2 تا 7 صبح روز بعد کشیکت حساب میشه روز عادی. اگه روز تعطیل باشه که خب از 8 صبح کشیکت شروع میشه تا 8 صبح فردا. درست. و توی این بازی چطور اصلا تایمی هست که استراحت کنی؟ دیگه هر تایمی رو پیدا بکنی باید استراحت کنی، چون شما آنکالی و هر لحظه بهتون زنگ میزنن. مقیم آی سی یو هم هستی، یعنی فیکس تو آی سی یو هستی و خب هر لحظه خب آی سی یو بیمارای کریتیکال هستن، بیمارایی هستن که واقعا به مراقبت‌های ویژه بیشتری نیاز دارن و خب پرستارای اکسپرت زیادی هم اون قسمت هستن، ولی خب شما هم باید حضور فعالت رو داشته باشی و خب ممکنه توی کشیک مثلا اینجوری هم هستش که مثلا ببینی بیماری از نظر بالین بهتره و یه بیماری باشه که بدحالتر، مثلا توی اورژانس یا توی بخشی باشه مجبور جابجاش کنی، تخت‌ها رو جابجا کنی، اینا رو هم باید هندل بکنی که
واقعا میگم مدیریت چند تا چیز همزمان هست دقیقاً، یعنی فشارش به این صورت. ما توی یه اتاق خیلی کوچیک توی بخش نشسته بودیم و 5-6 نفر استاژر بودیم و 2 نفر از رزیدنت ها. استاد داشت تدریس میکرد، بعد یهو صدای ناله یه مادر بلند شد و به اون مادر خبر داده بودن که پسر 18 سالش فوت کرده. توی اون بازه استاد باز ادامه داد، یعنی همچنان صدای ناله های مادر می اومد و استاد داشت تدریس میکرد که اینجا مثلا آنمیه، اینجا انواعش فلانه و این مدیریت خیلی سخته. یعنی حداقل برای من دانشجو که برای اولین بار تازه چنین چیزی رو دارم تجربه میکنم، خیلی فکر میکنم اتفاق سنگینی باشه. درسته. حالا توی درسی که ما میخونیم از همون دکترای عمومی که 6-7 سالی که داریم اون ابتدا، از دوره سمیولوژی فکر میکنم شروع میشه آشنایی با بیمارستان و خب بچه‌ها وارد محیط بیمارستان میشن، یعنی هممون شدیم و خب محیط رو شناختیم و دیدیم که رنج بیشتره تا شادی، ولی خب شادیایی هم این وسط هست، یعنی رنجه که برداشته میشه و اینا. و خب این مدیریت واقعا سخته و خب این رو هم همه ما به مرور یاد میگیریم. یعنی الان شما مثلا همچین تجربه سختی رو داشتی، ولی خب به مرور وقتی از اساتیدت یاد میگیری دیگه، از تجربه‌ای که بقیه دارن و تو اون فشارهای حالا روانی که هست، تو یاد میگیری که یه سری چیزا رو هندل بکنی، چون واقعا رنج جزئی از زندگی ماست، یعنی جزئی از زندگی همه ماست به عنوان یک انسان و همیشه یه غمی هست، نمیشه که توی اون شرایط من به استاد خیلی توجه میکردم که ببینم هیچ عکس العملی نشون میده به اون صداها یا نه و یه 10 ثانیه‌ای صبر کردن، یعنی در واقع به احترام اون فرد سکوت کردن و بعد شروع کردن به تدریس. این برای شما هم اتفاق افتاده چنین چیزی که روی یه تخت متاسفانه یه بیمار فوت کنن و شما یه چند ثانیه‌ای صبر کنید و بعد دوباره ادامه مسیر طبابتتون رو در پیش بگیرید؟ یا خیلی اوقات پیش میاد که تایم ناهاره به فرض شما مجبوری برید اونور و یا حتی با دوستانتون صحبت کنید، گپ بزنید که خستگی اون روز در بره. تجربه این چیزی داشتی؟ آره زیاد بوده، اصلا وجود داره، چون ما عملا داریم تو بیمارستان، مثلا حالا رزیدنت باشی دیگه عملا داری تو بیمارستان زندگی میکنی و خب اینا رو میبینی. مثلا من یه بیماری داشتم که خیلی این واقعا ناراحت کننده بود، همین چند ماه اخیرم اتفاق افتاد. یه پسر بچه 16-17 ساله بودن که ایشون هم بدخیمی خونی براشون تشخیص داده شد و شیمی درمانی شد و خوب شد، به پیوند رسید و حالا بعد از پیوند دچار یه سری عوارضی شد و خب 6 ماه این پدر و مادر درگیر این کودکشون بودن و خب اون لحظه که من واقعا دوست نداشتم که ختمشون من اعلام بکنم، واقعا اصلا صبحایی که مجبورم مثلا ختم بیماری که فوت کردن حالا به هر نحوی و تو آی سی یو پزشک باید اطلاع بده به خانواده و خب واقعا دوست نداشتم این مریض رو خودم اعلام بکنم و خب مثلا اینو به خانواده‌اش اصلا نمیدونم چی جوری تونستم بگم، تو چشم مادرش نگاه کنم و بهش بگم که چنین اتفاقی افتاده و خب ما 2 ساعت کامل سی پی آرش کردیم، یعنی همش امیدوار بودیم برگرده و خب بعدش هم حالا تو باید بری صبحانه تو بخوری، حداقل یه انرژی بگیری، بری مشاورات انجام بدی و اصلا اون لحظه نمیتونی، وقت نمیکنی که بخوای به این غم فکر کنی. ولی خب مثلا پستکشی که میای خونه چون ذهنت آزادتره، آره تازه اونا برات شروع میشه، یعنی مثلا میشینی فکر میکنی و میگی که خب چه روز سنگینی بود و خب باید روحیت رو بیاری بالا چون نمیشه کاریش کرد. تو هر کشیکی چنین اتفاقایی میفته، مخصوصا این که مسئولیتات وقتی بیشتر باشه تعداد افراد بیشتری هم باشون مواجهه داری و خب این خیلی سنگینه واقعا. یه چیزی که الان به ذهن من رسید این بودش که فیلم دپیت رو شما دیدین، سریال دپیت که بله آره، یه قسمتایی هست وقتی که میخوان در واقع اون خبر فوت بیمار رو به خانواده بدن، اون خانواده رو میبرن توی یه اتاق و کاملا شرایط رو مهیا میکنن که با این خبر بد روبرو بشن. اما متاسفانه توی بیمارستان آموزشی ما، حالا به خاطر هر
مشکلی که وجود داره و ما نمیخوایم در مورد اونا حرف بزنیم، وسط راه رو توی اون شلوغی پدر و مادر ایستاده و استاد در حین رد شدن از کنار پدر و مادر برای اینکه در واقع بره به اون یکی کارش برسه، در از چند ثانیه میگه که مثلا پسر شما به چنین بیماری مبتلا شد و بعد رها میشن اون خانواده. این خیلی اتفاق میفته. من خودم تا الان 5-6 مورد رو دیدم. شما تلاشتون برای اینه که چجوری خبر بد رو بدید. یعنی درسته ما توی حالا بیمارستان ممکنه که یک اتاق جدایی نداشته باشیم، شده شما هم اهمیت ندین، بگین خب من کار دارم دیگه، همینجا میگم و میرم، بقیهش دیگه مشکل خود خانواده است که یه جوری کنار بیاد با این شرایط. خب شما یه سری چیزا رو دیدین، ولی خب مثلا تو بیمارستان ما یه سری گروه‌های خاصی هستن، مخصوصا بیماری‌هایی که حالا بدخیمی هستند و خب بیمار مثلا داره به شرایطی میره که دیگه کاری از پیش نمیشه برد. دارین همچین گروه‌هایی که خانواده رو حمایت میکنن، مثلا تو بخش هماتولوژی آنکولوژی ما هست چنین گروه‌هایی. آره بخش خونمون هست، ولی خب تو بخش‌های دیگه آره نداریم چنین چیزی رو متاسفانه. و خب من خودم به شخصه حالا دیدم استادای خودمون وقت میذارن، حتی شده میبینن مثلا دانشجوهاشون رزیدنتاشون خستن، خودش هم مثلا خسته است یا میگرنش عود کرده، واقعا حال خودش هم خوب نیست، ولی وای میسته صحبت میکنه 1-20 دقیقه، میگه هر سوالی دارین بپرسین بر بالین خود بیمار. به نظرم درستش هم همینه، یعنی خود بیمار هم باید در جریانش باشه. حالا مثلا بعضی هستن که میگن که خب ما دوست نداریم پدرمون، مادرمون یا خواهر برادرمون کسی که بیمار هست در اون تخته بدونه، ولی خب از نظر اخلاق پزشکی اون فرد حقشه که بدونه. و خب حالا تو بیمارستان ما من بین اساتیدی که دیدم اکثرشون این کار رو انجام میدن، یعنی بر بالین بیمار صحبت میکنن و میگن هر سوالی که هست بپرسین. و خب این اصلا جزء چیزایی هستش که من خیلی دوست دارم که خودم بتونم در آینده واقعا انجامش بدم. این اوکیه؟ بله خانم دکتر، حالا توی صحبتایی که داشتیم راستش فکر می‌کنم یه تناقضی به وجود میاد این وسط. ما توی علوم پایه و فیزیوپات یه سری مباحث رو میخونیم، بعد وارد در واقع بیمارستان که میشیم میبینیم هیچ کدوم از اون امکانات رو ما نداریم و انگار که باید یک چیزی رو از اساتید سینه به سینه یاد بگیریم. خاطر این مدلی هم داریم که باز میگم توی مثلا اورژانس شما به فرض باید یه خبر بد به بیمار بدید، توی اون شرایط ما اتاق جدا داریم؟ نه نداریم. مثلا میتونم 20 دقیقه وقت بذارم؟ نه، هیچ کدوم از اینا نیست. آره دقیقاً این حالا کتابیه. آره کتابیه. و خب امیدوارم حالا ما داریم مصاحبه رو انجام میدیم یکی از مسئولین مصاحبه رو ببینه و واقعا همچین چیزی رو بذارن، چون خیلی سخته. مثلا من بیماری داشتم که حالا از آشنایان پرسنل اونجا بود و خب یه تشخیصی گذاشتیم براشون و خب من اون موقع رزیدنت سال 2 بودم، رزیدنت سال 1 رو با خودم بردم. استاد گفتش که خودت برو توضیح بده، میخوام ببینم که مثلا چه جوری توضیح میدی و اینا. و خب اونو هم بردم که مثلا کنار من یکم آموزش ببینه، بالاخره این شرایط رو باید یاد بگیریم هممون. و خب همینی که شما گفتین دقیقاً سینه به سینه است. و خب من حالا 1-20 دقیقه باهاش صحبت کردم، ولی واقعا تو اون سر و صدایی که توی اورژانس بود و خب اتاقک‌های کوچولویی که هست و تخت‌ها هست و اصلا محیط مناسب نیست. امیدوارم واقعا بشه یه شرایطی درست بشه که این محیط واقعا درست بشه، مثل همین سریالی که گفتین دقیقاً اونا داشتن چنین چیزی رو و واقعا خیلی به نظرم آره خیلی خوبه، به خاطر اینکه یه سری سوالا هستش که تو مثلا تو شرایط تنش‌زا شاید یادت نیاد، ولی وقتی که آرامش پیش میاد، وقتی محیط آروم میشه، هم بیشتر گوش میدی، راحت‌تر میپذیری، دقیقاً اون لحظه رو بیشتر میتونی قبول بکنی، سوالا راحت‌تر میاد توی ذهنت و اون عجله‌ای که اون وسط هست دیگه وجود نداره. این به نظر من واقعا باید یه باگ بزرگی خود تو سیستم‌های درمانی ما همه هست، یعنی تو همه بیمارستان‌ها بریم چنین چیزی هست واقعا و امیدوارم واقعا بشه کارش کرد. دکتر در مورد تعداد کشیک‌هایی که در طول ماه دارید،
میتونید از سال 1 شروع کنید؟ یه خلاصه از هر کدوم به ما بگید که ما بدونیم مثلا زندگی رزیدنت در طول 1 ماه چه جوری میگذره، چند ساعت وقت میکنه که برای خودش، برای تفریحاتش وقت بذاره. واقعیتش سال 1 که وقتی نداری حالا قانون اینجوری شد قبلا تا 15 کشیک و بعضی از رشته‌های جراحی دار، حتی من یکی از دوستام نورسرجن بود و 21 روز تو بیمارستان فیکس بود، همچین چیزی بوده. ولی خب حالا کم کم این قانونا خیلی بهتر شده. من تو سال 1 با 11-12 تا کشیک شروع کردم در ماه و عملا شما پست کشیک میای میخوابی و فردا صبحش دوباره میری، حالا روتیشنی که داری، بخشی که داری و هر چیزی که هست و اصلا تایمی برای تفریح نداری اون وسط. تو سال 1 خب به این صورته، یعنی سال 1 سخت‌ترین سال توی رزیدنتیه که بیشترین فشار خستگی جسمیش در کنار روانیش حد اکثره. تو سال 2 خب کشیکا خب کمتر میشه، به نسبت تعدادش کمتر میشه. 8 تا 9 تا برای ما بود اون موقع، با 8-9 تا کشیک شروع کردیم که با 6-7 تا تموم کردیم سال 2 رو. حالا زیاد کم نشدیم چون تعداد رزیدنت ها هم کمه، محدوده و خب نمیشه مثلا از یه حدی کمتر شه. الان که سال 3 هم خب تعداد کشیکا باز کمتر شده خدا رو شکر، یعنی با 6 تا 7 تایی که از سال 2 تموم کردیم شروع کردیم، الان 4 تا 5 تا. خیلی همالی که تا آخر با 4 تا 5. ولی خب میگم رشته ها متفاوتن. خب دکتر در مورد فشار روانی در واقع رزیدنتی هم اگر لطف کنید یه سری چیزها بهمون بگید. یا موقعیتی بوده که انگار یک مسئولیتی به شما دادن که فراتر از توان شما بوده، یا به فرض توی اون شرایط از لحاظ جسمی شما آماده نبودید، به فرض بیماری اصلا مبتلا شدید. این هم باز دوباره فکر میکنم مسئله خیلی مهمیه، یعنی شبیه یه آدم آهنی باید در واقع رفتار کنیم بعضی موقع ها. شرایط جسمی خودمون خوب نیست اما همچنان باید به بیمار امید بدیم، همچنان باید روحیه بدیم بهشون. خب خیلی این اتفاقا میفته، شما تو مسیر چه حالا پزشک عمومی باشی، چه اینترن باشی، چه تو طرح عمومی باشی، چه بیای رزیدنتی و تخصص و حالا طرح تخصص و الی آخر، فشار روانی که خب خیلی زیاده. مثلا که اگه شما بیمار باشی هم اون لحظه اولویت، یعنی یاد میگیری مسئولیت پذیری رو در مسیر کاری که داری، که اولویت میشه جان بیمارت، جان اون کسی که به تو امید بسته و تو حالا مثلا تو اون شرایط سنگین هم هستی ولی باید اونو هندل بکنی. حالا من چند تا خاطرم میگم بهتون. یکی از اتفاقایی که بود همین توی اوایل سال 3 بود، روتیشن آی سی یو بودم. یه آقایی بودن حدوداً 140 کیلو وزنشون بود، ایشون با COPD اگزاسربیشن اومده بودن و خب مجبور شدن دچار حمله حاد تنفسی شدن، حالا در زمینه بیماری زمینی که داشتن و خب مجبور شده بودن براشون لوله گذاری اورژانسی بشه و خب اینتوباسیون براشون انجام شد و خب ایشون 2 روز هوشیار شدن زیر دستگاه، ولی خب ما نمیتونستیم از دستگاه جداش کنیم، حالا با توجه به شرایط بالینی و آزمایشگاهی و علم حیاتی که داشتن و خب اون روز حالا به سختی این کار انجام شد. خب من اون روز صبحم یک معده درد خیلی وحشتناکی داشتم و خب نمیتونستم مرخصی هم بگیرم، کشیکم بودم و خب حالا از صبح اومدم سعی کردم با همکارا صحبت کنم کسی میتونه با من کشیکشو عوض کنه. خب همه یا پست کشیک بودن یا فرداش کشیک بودن، یعنی کسی نبود و خب من مجبور شدم گفتم خب میمونم دیگه، ادامه میدم و خب مثلا کلی پنتوپرازول و اومپرازول اینا خیلی های دوز خورده بودم و اصلا این معده درد خیلی عجیب بود، اصلا خوب نمیشد. حالا ما تونستیم این لوله رو اون روز هم برایشون در بیاریم و بیچاره‌ام 48 ساعت گرسنش بود. آره شروع کرد غذا خوردن و اصرار که من باید حتما امروز غذامو بخورم. ما هم گفتیم خب بخور دیگه. بعد ایشون شب دچار آریتمی قلبی شد، یعنی ریت قلبش رفت 180 تا و با نوار قلب بگیر و کاراشو بکن، هر کاری کردیم این
ریتم نشکست و منم دقیقا تو اوج شدید این درد معده‌ای بودم که اصلا دیگه رها نمی‌شد، یعنی قشنگ این مونده بود و اصلا بعد حالا پرستارا هی به من میگفتن بیا برات یه سرم، گفتم خب الان این ریتمش نشکسته، این اتفاقی براش بیفته من چیکار کنم؟ و همینجوری بالا سرش بود و من دیگه یه جایی رسیدم گفتم من دیگه نمیتونم، یعنی اصلا این درد نمیذاشت و اون لحظه واقعا زنگ زدم به فلوشیپمون آقای دکتر روحی، واقعا ازش ممنونم و یکی از همکارای دیگه هم که اونم کشی بود دکتر حسن‌پور، زنگ زدم گفتم یه همچین چیزیه، من اصلا حالم بده و اصلا یک لحظه نمیتونم. آره بعد اونا هم به منو دعوا کردن، گفتن چرا الان میگی؟ خب میگفتی ما زودتر میایم و همون 5 دقیقه بعد بالا سر بیمار بودم، فقط اینا رسیدن و من تحویل دادم این بیمار رو بهشون، همونجا نشستم روی زمین گریه کردم، برام یه آنژیوکت گرفتم، پرستارا لطف کردن واسم سرم و دارو زدن و قشنگ 2 ساعت دیگه آی سی یو دست همکارا بود تا شرایط من بهتر شد. دقیقاً میگم کلاً ما یاد میگیریم تو این مسیر که هر سختی هست، حالا هر فشار روانی هست، هر مشکلی تو خونه هست، اینو میذاریم دم در خونه و میایم داخل بیمارستان. یعنی آره اولویتت اونجا دیگه میشه بیمارت، یعنی اون کسی که بالاخره چشم داره به تو، یعنی امیدش همه چیزش تو هستی و خب دیدگاه ما کم کم به این سمت رفته، یعنی میشه برات جا میفته، یعنی در ادامه که اونا رو مثل اعضای خانواده‌ات میبینی، یعنی اون فردی که رو اون تخت نشسته پدر یه خانواده است، مادر یه خانواده است، بزرگ یه خانواده است، فرزند یه خانواده است و خب این خیلی وقتی اینو حس میکنی اون فشار خیلی بیشتر میشه برات، فشار روانی که وجود داره. خب دکتر در مورد بحث مالی هم اگر دوست داشته باشید یکم صحبت کنیم. خب شما گفتین که دیگه مثلا تعداد کشیک هایی که از سال 1 در واقع در نظر گرفته شده انقدر زیاده و طبیعتا نمیشه که در واقع یک کار دیگه‌ای در کنار رزیدنتی داشته باشیم و با اون حقوق خیلی خیلی اندکی که هست زندگی رزیدنت چجوری میگذره؟ شده به 0 برسیم و مجبور بشین از خانواده کمک بگیریم؟ واقعیتش حالا یه بی‌انصافی که وجود داره حالا برای همه چه اینترن که از اینترنی حالا بالاخره میاد داخل بیمارستان کشیک میده، کار میکنه و حقوق خیلی اندکی داره، چه رزیدنت چه متخصص هایی که حالا در آینده تر میرن و خب حالا بعدش کار خودشون رو شروع میکنن. واقعا بی‌انصافی هستش که نسبت بهشون شده از نظر مالی. توی رزیدنتی یه چیز بدی هم که وجود داره اینه که خب وزارت خونه و حالا چیزی که قانونی که گذاشتن اجازه نمیدن به ما که از مثلا پزشکی عمومی استفاده کنیم و بخوایم در تایم تا تایم مثلا آفی که اگه داریم استفاده کنیم و مثلا جایی بریم درمانگاهی کشیکی بدیم بالاخره بتونیم استفاده کنیم. ولی خب مثلا الان برای دندون پزشکا این مسئله مرتفع شد، یعنی با دندون پزشکی عمومیشون میتونن این کار رو انجام بدن با مدرکش، ولی حالا پزشکا رو فعلا اجازهشون ندادن که امیدوارم اتفاق بیفته، چون واقعا از نظر مالی خیلی مثلا الان شرایط که دیگه خیلی بدتر شده. من یادمه که اگه اشتباه نکنم سال 1 با حقوق 8 میلیون شروع کردم. خیلی آره خیلی 3 ساله 8 میلیون بود، الانم 27 تومن اگه اشتباه نکنم که گفتیم دیشب چک داشتم نگاه میکردم، چون واقعا نمیشه، یعنی وسط ماه میرسی میبینی 0 شدی، بعد دیگه اگه واقعا زنگ میزنم پدرم خواهرم مثلا میگن که همچین اتفاقی افتاده، اونا دیگه زنگ منو میبینن میگن که خب بذار اول واریز کنیم بعد جواب بدین. واقعا اینجوری میشه. بعد مثلا فکر کنین که خب من حالا مجردم یا همچین چیزی هست و اون کسی که مثلا ازدواج کرده فرزند کوچیک داره و خب بعد یه خانواده رو هندل بکنه و خب این خیلی سخت میشه. مثلا همکارایی داریم که تو دوران رزیدنتی با هم ازدواج کردن، شرایط اونا هم واقعا از این لحاظ فقط با یه حقوق رزیدنتی دارن ادامه میدن و خب واقعا نمیشه کاریش کرد. نمیدونم باید
یا اجازه کار باید بدن به پزشکا که مثلا تو تایمایی که آف هست از مدرک پزشکی عمومیشون استفاده بکنن، یا مثلا برای اینترنا، حتی اینترنا مثلا از نظر مالی واقعا عدد مالی ناچیزی هستش. با اینکه با اینکه پرسیدم از همکارمون دفعه تو اورژانس، حالا من تو اورژانس میشینم با بچه‌ها زیاد صحبت میکنم، دوست دارم باهاشون حرف میزنم و اینا، گفتن به من واقعا خیلی ناراحت شدم، چون بالاخره اونا دارن کشیک میدن، تایم میذارن، دارن پروسیجر انجام میدن، هم دارن آموزش میبینن، هم دارن کار میکنن و خب این واقعا بی‌انصافیه در حقشون. حتی حالا این توی رزیدنتیه، شما وقتی وارد طرح میشی اونجا میبینی شرایط مالی خیلی بدتر هم هست، یعنی طرح تخصص. بله البته بگم طرح تخصص هم در اصل ما به صورت قانونی 2 سال فقط طرح باید بریم توی کل پروسه پزشکی، ولی خب چون از ما تعهد گرفتن برای با این تعهد اجازه داری بیاید وارد رشته تخصص بشی، ما این یه طرح تخصص رو هم اونجا از همون تعهد غیر قانونیه در واقع، یعنی قانون کل کشوری نیست، اینو از ما گرفتن که ما بیایم و طرح بگذرونیم برای تخصص. یعنی 2 سال برای عمومی و 2 سال هم برای تخصص. 2 تا 4 سال چیز ضریب داره، حالا دقیق من قانوناشو نمیدونم، ولی یه همچین حالتیه که باید بیای و اونو بگذرونی. و خب توی اون تخصص طرح که میری اونجا هم همین شرایط هست، یعنی متخصصای طرحی هم واقعا توی شرایط خیلی سنگینی هستن. حالا من طرح عمومی رفتم، منطقه محروم بودم، حالا بزن یه مثالم بهتون بزنم که بگم شرایط واقعا هم از نظر مالی هم از نظر این که چقدر توی زندگی متخصص ها و پزشک‌ها کلا اثر میذاره. من یکی از همکارای متخصصمون ایشون طرح و تو منطقه محروم با من بودن، متخصص بودن، بعد همسرشون یه شهر دیگه که 2 ساعت فاصله داشت با ما اونجا طرح بودن، بعد فرزندشون یه استان دیگه بودن، اصلا پیش خانواده بودن و اصلا این بیچاره‌ها مثلا در ماه مثلا 2 بار شاید مثلا فرزندا می اومدن اینجا، همو میدیدن و دوباره همون شرایط و خب خیلی سخته. یعنی واقعا نمیدونم، باید بالاخره باید یه سازوکاری چیزی هم باشه، هم از نظر مالی تحت فشاره، هم بالاخره یه ازدواجی داره این وسط تحت فشار قرار میگیره و اون سکلی که روی فرزندان هم داره گذاشته میشه. توی رزیدنتی هم همینه، یعنی اگه یه نفر فقط مثلا شاغل باشه توی اون مسیر و فقط اون باید اون خانواده رو بچرخونه، واقعا نمیدونم چی جوری میشه با 27 تومن. آره حالا مثلا کسی متأهله نهایت میخواد 2-3 تومن بیشتر از فرد مجرد بیشتر نیست، یعنی همین عدده دیگه، نهایت تا 30 تومن واقعا عددی نیست. دقیقاً. با این شرایط شده که یه بعدی از زندگیتون شما نادیده بگیری، یعنی مجبور بشین که کلا اون قسمت از زندگیتون رو حذف کنید و موکول کنید به بعد از رزیدنتی؟ آره خب توی وقتی تو شرایط مالی سخت قرار میگیری قطعا یه سری چیزا از آیتم ها از زندگیت حذف میشه به خودی خود، مثلا یه سری تفریحات واقعا حذف میشه و خب فکر کن مثلا تو توی رزیدنتی هستی و هیچ تفریح خاصی هم نداری، مثلا نهایت تفریح آره مثلا اینه که یه بار بری تو خیابون بگردی، حالت خوب شه، یکم روحیه بگیری از محیط، آره دقیقاً از محیط اون تنشی که توی بیمارستان هست بیای بیرون و خب همینم دارن ازت میگیرن، یعنی سفر و اینا که کلا حذف میشه دیگه تو اون تایم، یعنی وقتمونم که نداری. فارغ از این بحث مالی شده چیز دیگه از زندگیتون رو حذف کرده باشین و پشیمون باشین الان بخواین مثلا به فرض یه دانشجویی که میخواد تصمیم بگیره رزیدنتی بیاد؟ حذف که کردم، من کلاس نقاشی میرفتم، خیلی دوست داشتم، تا یه سطحی هم اومدم، ولی خب به خاطر حالا کشیکای سنگینی که بوده مجبور شدم حذفش کنم و خب واقعا وقتشو دیگه ندارم، یعنی دوست دارم که یه وقت کوچیکی براش بذارم. حالا الان که سال 3 یک کم یه وقت بهتر شده، حالا هنوز تو فکرش هستم شروع کنم، ولی خب توی مثلا این 2-3 سال اخیر واقعا گذاشتمش کنار، یعنی دیدم که نمیشه، نمیتونم تایما رو هندل بکنم، بالاخره
وقتی که برای بیمارستان میذاری خیلی بیشتره دیگه، برای درست باید بذاری، مثلا تفریحاتت میزنی دیگه، مثلا آزمونای زیاد. آره آزمونای زیاد. پزشکی به آزمونای زیادش معروف بوده و من گفتم نه دیگه یه چیزی که قابل تحمله. بعد میبینم الان هر هفته ما درگیر یه آزمونی، نه دیگه باید قبولش کنی دیگه وارد چیزی شدی دیگه، بعد بگی یه چیز روتینه هست جزء زندگی من. درست. راستش ما فکر میکنیم که اگر رزیدنتی تموم بشه بعد شرایط یکم بهتر میشه، اما توی طرح تخصصم خیلی از عزیزان رو دیدیم که دارن در مورد مشکلات میگن. میخوایم بیشتر صحبت بکنیم در مورد موضوع. توی طرح تخصص واقعیتش چیزی که وجود داره، حالا چیزی که خودم حالا تو طرح عمومی بودم دیدم یا دوستای خودم که طرح تخصص هستن الان در حال حاضر، واقعیتش یه مسئله که خیلی بولد و مهمه اینه که همین یکیش که دوری از خانواده است که توزیع نامتناسبی که صورت میگیره نسبت به همکارا، یکی دیگه‌ش هم شرایطی که وجود داره اینه که مثلا از نظر قانونی شما باید جایی طرح تخصصت رو بگذرونی که موارد نیازمندی که تسهیلاتی که وجود داره متناسب با رشته‌ت رو داشته باشه. مثلا اگه شما نوروسرجنی یا مثلا متخصص زنانی اونجا باید حتما اتاق عمل رو داشته باشه، یعنی متناسب با رشته‌ت باید باشه. دقیقاً، چون بالاخره این نیرو تربیت شده، این همه سال روش کار شده، هزینه شده و به اینجا رسیده و خب این کار رو مثلا به اشتباه دارن انجام میدن. خب که مثلا میان و متخصصا رو میبرن تو مناطقی که اصلا موارد تسهیلات مورد نیاز رشته‌شون وجود نداره. یعنی یکی از دوستای خودم که حالا همین اواخر براشون یه اتفاق خیلی ناگواری افتاد، ایشون هم طرح تخصصشون یه همچین حالتی بود، یعنی رفتن به محلی که حتی اتاق عمل نداشت و مجبورش کردن که در اونجا طرحشو بگذرونه و حتی مثلا متخصص زنان بودن و خب مثلا پاپ اسمیر که جزء معاینه روتینه متخصص زنانه رو نداشت و خب تنها چیزی که اون محیط داشت این بودش که یه استرسی به این پزشک وارد کنه و شریکش کنه توی یه استرس، در صورتی که همین نیرو رو شما میتونستی یه شهری نیم ساعت اون بعدتر با تمام این امکاناتی که وجود داره قرار داد وجود داشته این آدم بره اونجا و اونجا خدمت کنه و خب تو داری این نیرو رو حروم میکنی تو یک محیط دیگه‌ای و خب بدون امکانات و هیچ کاری هم از دستش بر نمیاد. دقیقاً، یعنی فقط داری طرف اون فرد رو شریک میکنی توی یه حالا اگه بگیم قصور اون مرکزی که این امکانات رو نداره و میخوای تمام مسئولیت رو به نوعی بندازی گردن این پزشک. چون شما حالا طرح عمومی هم بریم میبینی، یعنی مثلا اگه ترالی کد شما مثلا باید همیشه چک کنی اگه مرکز بهداشت بری، اگه مثلا فلان دارو رو نداره و اگه شما درخواست ندی که مثلا این دارو نیست و ثبت نکنی توی سامانه، بعداً اگه اتفاقی بیفته به خاطر نبود اون دارو شما که پزشکی مقصر حساب میشی. یعنی حالا اینو بریم بعد امیدوارم که تجربه نکنی، ولی خب ما تجربهش کردیم، یعنی واقعا چنین چیزی هست و این سیستم واقعا باید درست شه. یعنی حالا توی طرح تخصص بری و بعد تو کار بالین که ادامه میدی و اینا میبینی مثلا یه سری از حالا همکارا هستن نسبت به همدیگه نامهربونی دارن، اینم هست، یعنی شما نمیدونی این کسی که کنارت هست به چه صورته. همه این مسائل میاد، بعد فشار راه دور هست، فشارهای مالی هست که وجود داره، به اون آدم میتونه خیلی ضرر برسونه و خب شما یک نیرویی که با این همه اشتیاق با علاقه اومده و مثلا از دوران شاید مثلا اینترنیش با علاقه این رشته رو انتخاب کرده. دقیقاً. خب مثلا ببینیم بعضی از حالا همکارای ما هستن رشته علاقه‌ای ندارن، همینجوری صرفاً وارد رشته میشن، ولی خب خیلی ها هستن که اون رشته رو علاقه دارن و واقعاً تو اون رشته حرفی برای گفتن دارن، یعنی واقعاً مهارت‌های فوق‌العاده‌ای دارن که این شما این مهارت رو به راحتی از دست میدی، به راحتی دقیقاً به راحتی چیزی که میتونه سالیان سال مفید باشه واسه اون منطقه واسه اون مردم، شما خیلی راحت این نیرو رو از دست میدی و خب این واقعاً ناراحت کننده است که این سیستم
به این سمت رفته و هنوز هم کاری براش نشده. متاسفانه دوست شما هم همین مشکل براش به وجود اومده بود، درسته؟ بله، ایشون هم واقعیتش دقیقاً همچین چیزی شد. یعنی ایشونو حکمی که براشون گذاشتن واسه محل ترک خدمتشون، رفتن شهری که حتی اتاق عمل نداشت و حتی امکانات اولیه معاینه زنان رو هم نداشت و بهشون گفتن شما باید اینجا خدمت کنید. خب شما این آدم رو به سمت یک ناامیدی داری میبری. یعنی اون فرد این همه تلاش کرده، رتبه 10% شده، اومده با اشتیاق از دوران اینترنی عاشق این رشته بوده، پا شده اومده و این همه سختی رو گذرونده. 4 سال رزیدنتی. حالا بعضی رزیدنتی های یه سری رشته ها واقعا سنگینه، مثلا رشته زنان جز رشته هاییه که واقعا سنگینه، یا رشته نوروسرجری یا جراحی عمومی، واقعا رشته‌هایی هستن که خیلی فشار جسمی خیلی سنگینی دارن در کنار فشار روحی که دارن. و خب شما اومدی همچین کسی رو تربیت کردی با همچین قدرتی و تمام شور و اشتیاق این آدم رو کور کردی و بهش یه همچین فشاری هم آوردی و حتی نخواستی. این فرد مثلا اومده درخواست داده و این کاریه که غیر قانونی همین الانش هم داره میشه. یعنی از همکارای دیگه بپرسین، متخصصایی که هستن، مثلا برای جابجایی بین استان، جابجایی شهری که هستن، حتی اون رو هم نیومدی با اینکه مثلا درخواست داده شد و انجامش ندادی. و خب واقعا کسی هم پاسخگو نیست و این دقیقاً میگم قلدری هستش که اون سیستم اصلی که توی اون شهرها بنا شده انجام میدم. من خودم حالا طرح عمومیمو میگم، من منطقه محروم بودم. قبل از اینکه اونجا برم خب اول باید بگردی دیگه، بالاخره دنبال مرکز بهداشت که حالا اورژانسی که شما انتخاب میکنی و میری. خودم به عینه میگم اینو دیدم. حالا جایی که رفتم همکارا واقعا فوق‌العاده آدمای خوبی بودن، مسئولانی که بوده، ولی قبل از این که برم و داشتم انتخاب میکردم، اون خانم مسئولی که اونجا بود و من باهاش شروع کردم صحبت کردن که مثلا مراکز رو به من معرفی کنه به صورت خیلی غیر قانونی. اصلا شما حالا اون موقع ورژن این بود، حالا من نمیدونم الان پزشک خانواده ورژنش این عوض شده یا نه، ولی وظیفه دارن که محل اسکان بدن به پزشکشون. و برگشت تو چشم من نگاه کرد، گفت به من ربطی نداره تو شب بری تو خیابون بخوابی، به همین راحتی مشکل خودته. گفتم خب شما داری مرکز بهداشت به من معرفی میکنی، مرکز بهداشتی که باید اسکانشو. گفت ندارم، به من ربطی نداره، برو تو خیابون بخواب. و من همینجوری مونده بودم که یعنی چی، تو چجوری این جمله رو داری به من میگی؟ قانون تعیین میکنه. آره دقیقاً. یه چیزی واحدی وجود بعد نداره. این خانم همچنان هم داره کارشو انجام میده، اونجا هست و خب خیلی زشته. یعنی مثلا به بازرسی اعلام شدیم، مثلا من گفتم ولی کاری انجام نشد. میخوام بگم که صرفاً گفته شد. یعنی میخوام بگم که چنین چیزهایی هست و خب فکر کنین اینا تو ذوق فرد میخوره. مثلا اون فرد اومده با تلاش این همه خودش رو کشونده بالا تو این شرایطی که توی کشور وجود داره، آدمی که این همه وقت گذاشته، خستگیش داشته، جوانیشو گذاشته، دقیقاً اومده و الان باید دقیقاً و میخواد که خدمت رسانی کنه به اون محیط، به اون مردمش و با علاقه هم داره شروع میکنه این کار رو و شروع کرده اصلا از بعد به ورودش. و خب تو میای چنین جمله‌ای رو بهش میگی، چنین حرفی بهش میزنی و واقعا متاسفانه نتیجهش هم میشه از دست دادن یه سری پزشکایی که واقعا نیروهای ارزشمند کشورمونن. و اون اوایل که این در واقع موضوعات پیش می اومد یه سری ریاکشن نشون میدادن، ولی الان بعد از یه مدت دیگه انگار عادی شده. صرفا میگن که خب ما فلان پزشک هم از دست داد، همین. دقیقاً نهایت واکنششون همینه. متاسفانه فقط یه سری تکون میدن و در صورتی که خب یه جای غلطه دیگه، تو اون مسیر رو باید درست کنی. یه نفر باید جلوشو بگیره که هیچ کدومشون انگار نمیخوان این کارو بکنن. خانم دکتر یه سری موارد هست که حالا متاسفانه داره هی روز به روز بیشتر میشه، به خاطر اینکه خب دسترسی ها در واقع بیشتر شده. به فرض یک بیماری میاد، چت جی پی تی هم در دست، میگه که من عفونت خون گرفتم
و مامان بنده خداش 3 روزه که اصلا نخوابیده و همش استرس اینو داشته که خدای مثلا پسرم عفونت خون گرفته. بعد آزمایشش رو نگاه میکنیم میبینیم هیچ چیز خاصی نداره، صرفا یکم وایت بی سی همون گلبول سفیدش رفته بالا. و اینها رو شما چجوری باشون برخورد میکنین یعنی با این افراد؟ و بعضی موقع ها هم اصلا راضی نمیشن که این علم منه، من چندین سال دارم درس میخونم و خب طبیعتا نسبت به چت جی پی تی خیلی در واقع بهتر میتونم این شرایط مدیریت کنم، چون دارم در واقع بیمار رو میبینم، معاینش میکنم، آزمایش ها همه رو در کنار هم قرار میدم. اما متاسفانه خیلی هاشون راضی نمیشن و بعضی موقع ها هست با یه برگه میان درمانگاه یه سری آزمایش نوشتن، آزمایش عجیب غریب و گرونی که اصلا نیازی نیست انجام بشه، یا حتی انقدر مثلا توی کشور محدوده که بهتر برای این فرد اصلا انجام ندیم. اما میگم بعضی موقع اصلا راضی نمیشن و برخوردهای خیلی بدی با پزشک میشه که اگه ننوشتی من میرم پیش یه پزشک دیگه. انقدر زیاده ویزیت ها هم که انقدر کمن توی بیمارستان‌های دولتی، خب نهایت 60 تومن اینجا رو برمی‌دارم میرم یه جای دیگه. خیلی زیاد داریم چنین مراجعه‌ای حالا به درمانگاه هست واقعا. مثلا داریم که یه نفر یه بار مثلا داشتم واقعا چند بار که با یه برگه اومد با یه سری آزمایش‌های کلاً هورمونی و اینا، با یه سری آزمایش‌های یه سری املاح معدنی که من اصلا واقعا گفتم که خب الان این به چه دردت میخوره تو مثلا اینو بخوای داشته باشی، اصلا نیازی نیست. میگفتش که خب مربی باشگاه گفته که اینو بعد آزمایش بدی قبل از مثلا اینکه شروع مثلا بدنسازی تو اینا. و خب مثلا کلی باهاش صحبت کردیم که مثلا چنین چیزی اصلا نیاز نیست و بخوای انجام بدی. خب بعضی‌ها قبول میکنن واقعا، ولی خب بعضی‌ها نه، چنین چیزی نیست. یا مثلا مورد داشتیم که حالا حتی چیزا میگم تو طرح عمومی مثلا یه نفر مثلا اومده بود دفتر، اون موقع که هنوز سیستم الکترونیک نشده بود دفترچه بود، ما از وسطش سیستم الکترونیک شد نسخه بود، ولی خب مثلا دفترچه رو آورد پرت کرد گفتش که بنویس. بعد ما همینجوری موندیم گفتیم چی رو بنویسم؟ بنویس چیزایی که من میگم بنویس، من بدن خودم رو میشناسم، من باید پنسیلین بزنم. یا مثلا یه خانم اومده بود اصرار که مثلا من برای بچم تا پنسیلین نگیره خوب نمیشه، من بدن بچم آره دقیقاً. بعد هرچی بهش میگفتیم خب این تازه یه روز شروع شده، بیشتر الان عفونت‌های تنفسی وایرال هست، ویروسی بیشتر الان هست، مثلا اول ویروس هست شما باید صبر کنی، مثلا کلی براشون توضیح میدی، ولی خب مثلا در نهایت چیز میکنن، قهر میکنن، یا مثلا میگن که یه سری هم قبول میکنن واقعا آره، ولی خب یه سری هم نه. یعنی این قسمت هم من واقعا ناراحتم. مثلا میبینم که تو برنامه‌هایی که حالا قدیم اگه بچه بودیم، حالا نمیدونم شایعاتی میاد یا نه، ولی خب مثلا برنامه‌های آموزشی خیلی بود توی تلویزیون، آموزش‌های خیلی مختلفی میدادن و خب مثلا مردم بیشتر تو ذهنشون میموند. ولی الان مثلا تلویزیون رو روشن میکنیم اصلا من که ندارم رزیدنت هم خونه دانشجویی دارم و ندارم، ولی خب کلا میگم حالا بالاخره خونه که میریم یه لحظه مثلا روشن میکنیم میبینی که مثلا برنامه‌ای که مثلا یه سریش واقعا محتوا نداره، خب بیان مثلا اینا رو آموزش بدن. یعنی از پزشکا همکارا این همه بهیاری که آموزش دارن میبینن در سطح کشور و میان تو خونه‌های بهداشت، خب همینا رو بیارن و آموزش بدن. یه کمی سطح سواد جامعه وقتی میره بالاتر شاهد چنین چیزایی هم قطعا نخواهیم بود. اینا هم هست خیلی، ولی واقعا زیاده. آره زیاد. آنتی بیوتیک باید بخورم، مقاومت باکتری خیلی داریم. حتما باید سرم بزنم، تا سرم نزنم خوب نمیشم، بدنم شستشو داده بشه. این موارد چیزیه که خب با گفتگو حل میشه واقعا، اما متاسفانه بعضی موقع‌ها آره دیگه بعد ازشون کلاهبرداری هم بعضی اوقات یه سری افراد هم مثلا سوء استفاده میکنن و خب یه سری کلاهبرداری هم صورت میگه. من اون دفعه داشتم تو اینستاگرام نگاه میکردم، یکی از همکارای پزشک یه ویدیو گذاشته بود داشت توضیح میداد درباره یه کلاهبرداری که شنیده بود و خب اتفاق افتاده بود و اون ماجراش این بود که یه فردی یه پزشک نمایی اومده بود و حالا جالبه من خودم میگم تو اینستاگرام اینو دیدم گوش دادم حرفشو، میگفتش که شستشوی کلیه
میگفتش که یه قرص فنازوپیریدین به اضافه بهشون میداد و فردا میومدن بهشون یه سرومولازیکس میزد و خب ادرار رنگشون قرمز نارنجی میشه دیگه، این قرص چیز میکنه از عوارضشه و خب مثلا ما این دارو رو میدیم توضیح میدیم به بیمار میگیم همچین چیزیه نترس. آره خب اون اومده بود از این استفاده کرده و یه همچین کلاهبرداری کرده بود و خب مثلا پولای زیادی هم گرفته بود و مثلا شستشوی کلیه داده و اون فرد هم مثلا میگفت مثلا زنگای بدنم خالی شد. بدن چرا زنگ آهن رنگش دقیقاً نارنجی و قرمز، مثلا گفت آهن و زنگی که توی کلیت بود رفت. اینو من میگم تو اینستاگرام چند روز پیش دیده بودم و خیلی جالب بود. میخوام بگم که از سطح اطلاعات پایین مردم سوء استفاده ها هم میشه دقیقاً، ولی من واقعا دوست دارم که همچین برنامه‌ای بیشتر بشه. حالا مثلا داریم شبکه سلامت و اینا، ولی خب تو شبکه‌های اصلی تری که هست به نظرم باید بذارن چنین چیزایی رو. یکم سطح سواد جامعه بالاتر که بره، مصرف داروهای آره الکی اونا دیگه اتفاق خیلی دقیقاً کمتر میشه، آزمایش‌های الکی نباشه، یه ذره اعتماد به پزشک بالاتر میره. دقیقاً اینم هست. خانم دکتر راستش یه مسئله‌ای که هست اینه که بعضی موقع‌ها به خاطر شلوغی درمانگاه یا حالا به فرض حوصله نداشتن اون پزشک کامل توضیح نمیده که در واقع این دارو باید چه جوری مصرف بشه، چه عوارضی داشته باشه. مثل همین در واقع قرصی که گفتید و ادرار رنگش تغییر میکنه. برای شما هم پیش اومده که یکی دو بار به بیمار توضیح بدین و بعدش دیگه ببینین گوش نمیده به حرف شما، خسته بشین و بگین خب بیخیال دیگه من حوصله ندارم توضیح بدم؟ آره زیاد شده. ولی خب من یه راهکار، من قبلا واقعا مثلا 3-4 بار توضیح میدادی بعد میگفتی خب تو تکرار کن، مثلا می‌خواستی مطمئن شی که متوجه شده بیمار متوجه شده دقیقاً و بعد میدیدی باز مثلا یه چیز دیگه داره میگه. و خب من از یه جایی به بعد یه راهکاری یاد گرفتم، حالا اونم میگم از استادا وقتی میبینی تجربه میشه. دقیقاً از یکی از استادای قلب یاد گرفتم، وایس میگرفت واسه مریضا با گوشیشون، میذاش رو رکورد و توضیح میداد و من از اونجا یاد گرفتم و واقعا هم خیلی خوبه. توضیح میداد که مثلا تو الان باید این کار رو بکنی، اینجوریه اونجوریه و همه چی قشنگ توضیح میداد. باز مثلا تمرین تکرارم میکرد، یعنی میگفتش که شما حالا تکرار کن و مثلا میگفتش که خب این وایس رو برو خونه چند بار دیگه گوش بده، یا مثلا به یه نفر دیگه که مثلا همراهش بود میگفتش که شما آره دقیق مثلا چیز میکردم. یا مثلا خودم هم میگم تو دوران رزیدنتی حالا بیشتر چیز شدم که می‌نویسم واسه مریضا مثلا نحوهی که باید استفاده بکنید، مخصوصا اینکه یه سری داروها هست مثلا دوزشون رو باید از یه تایمی به بعد کمتر بکنن، مثلا قرصای کورتونی که وجود داره و اینا، مثلا اینا رو دقیق می‌نویسیم ما براشون روی کاغذ که چه جوری استفاده بکنن. درسته مثلا آره اون داروسازی که تو داروخونه هست اون خودش دقیق می‌نویسه باز مثلا تو توضیحات نسخه الکترونیکی که شما میدی، ولی خب باز این برگر رو که میدی از نظر ذهنی خودت مثلا آرومتری مثلا میگی خب من دیگه همه چی رو توضیح دادم. میگم مجبوری یه سری راهکار اینجوری استفاده کنی وگرنه نمیشه واقعا. خب دکتر من با رزیدنت‌های مختلف که صحبت میکنم یه سوال ازشون میپرسم که به نظر شما سخت‌ترین دلیل برای خستگی رزیدنت ها چیه؟ یه فردی میگه که آینده نامعلوم، یعنی به فرض من با حقوق 1 سالم هم عملا نمیتونم تکونی به زندگیم بدم. یه نفر میگه بیخوابی خیلی اذیت میکنه، یه نفر میگه لود کاری خیلی بالایی که توی محیط‌های بیمارستان‌های آموزشی هست اذیت میکنه. از نظر شما چیه این سخت‌ترین اتفاقی که توی رزیدنتی داره میفته؟ فشار مسئولیت بالایی که داری و ناهمخونی که با وضعیت زندگیت، حالا مالی، خواب، جسمی اینا داره. واقعا خیلی سنگینه. میدیدیم ما تو محیط و اطرافیان ظاهرش رو آره میدیدیم، ولی خب نمیدونستیم که، حالا خودم میگم واقعا نمیدونستم چقدر مثلا سختی و اضطراب شدیدی داره این رشته. و خب به قول یکی از دوستام که میگفتش که هر یه خطی که نخونده باشی میتونه اثر بذاره رو سرنوشت یک نفر. جمله واقعا خیلی جمله بود که من توی علوم پایه دقیقاً یعنی قشنگ میفهمی که وارد چه رشته‌ای شده. تو 15 سالگی میگم ما فقط داشتیم درس می‌خوندیم و زیبایی‌ها رو می‌دیدیم.
دقیقاً. بعد که وارد رشته میشی تازه اونجا متوجه میشی. یعنی باز تو علوم پایه هم بیشتر سنگینی درس خوندن است، زیاد حسش نمی کنی، ولی وقتی وارد محیط بیمارستان میشی، یعنی از اون دوره فیزیوپات که دیگه سمیولوژی میاد و آشنایی با محیط و بعد میری استیجر میشی و اینترنی و اینا، دیگه اونجا میفهمی که وارد چی شدی و داری چی کار میکنی. و باز هم توی تا آخر اون باز هم هنوز نایوی، نمیدونی، هنوز نمیتونی دقیقاً. ولی بری توی مثلا اگه طرح عمومی داشته باشی و بری توش، تازه اونجا اون سنگینی رو دیگه واقعا حس میکنی، چون تنها میشی و بعد خودت میمونی و خودت، یعنی اون لحظه تازه میفهمی که چقدر سنگینه. و خب میگم ما تلاش کردیم که رو سفید بیرون بیام، حالا نمیدونم چقدر شده باشه، ولی خب تو این مسیری که حالا انتخاب کردم هم میگم من رزیدنتی رو با فکر انتخاب کردم، یعنی کاملا همه چی رو حساب کتاب شده رفتم جلو، یعنی از تجربه بقیه استفاده کردم، پرسجو کردم که ببینم هدفم چی هست، به کجا میخوام برسم، چی دوست دارم و بر اساس اینا انتخاب کردم، یعنی کورکورانه واردش نشدم. و به نظرم تو هر قسمتی از زندگی باید این کار رو هم بکنیم. دکتر بیایم 2 مورد رو با هم بررسی کنیم. چه رفتاری رو از اساتید یا رزیدنت های سال بالایی دیدین و اون لحظه با خودتون گفتین که من عمرن اینو انجام بدم، یعنی تمام تلاشمو میکنم که این ویژگی در من اتفاق نیفته، و برعکسش چه چیز خوبی از اساتید دیدین و با خودتون گفتین من اینو حتما باید داشته باشم توی طبابتم؟ اول ویژگی خوبه رو بگم. یکی از استادامون هست، حالا اسم نمیبرم، ولی خب خیلی دوستشون دارم. خوب میتونی آره، استاد بهاروند هستن، از اتندای جنرال داخلی ما هستن. من خیلی این ویژگیشون رو دوست دارم، واقعا از سال 1 که باهاشون بودم و دیدم و یاد گرفتم اینه که واقعا وقت میذارن برای بیمار، گوش میدن، یعنی گوش دادن فعالی که توی کلاس هم به ما همش میگن که گوش دادن فعال رو داشته باشین، ایشون واقعا اینو نشون میدن توی بالین به ما و به نظرم خیلی خوبه. یعنی با تمام خستگی که داره، مثلا اون روز شاید حالش بد باشه، یعنی مثلا داره میبینه مثلا رزیدنتش، دانشجوهاش مثلا همه خستن، ولی وای میسته، واقعا گوش میده، صدای بیمارش رو میشنوه، صدای همراه رو میشنوه، ببینه که چه شرایطی داره، دنبال چی هست اون مریض، میخواد چه سوالیش پاسخ داده بشه و اون آرامشی که بهش تزریق میکنه. آره دقیقاً. این یه ویژگیه که من حالا تلاش کردم، حالا نمیدونم چقدر موفق بودم، ولی خب دارم تمرین میکنم. ویژگی بعد ولی خب ویژگی بعد اینو نه اسم نمیبرم، ولی خب یکیش این که اضطراب خودتو به بقیه منتقل کنی، این خیلی واقعا خوبه ها، یه جای خوبه، مثلا تو آموزش داری میدی که این اضطراب رو اون فرد داشته باشه که بدونه تو اون مسئولیت پذیریه رو بفهمه، متوجه بشه که تو کجا، تو کدوم جایگاه وایساده، ولی یه اضطراب بیش از حدی که بخوای به اون فرد بدی و در کنارش مثلا شاید بخوای تحقیرش کنی، این هست. یکی دیگه هم مثلا این که هست، یه دونه مثلا حالا تجربه‌ای که داشتم این که تمرکز مثلا اون فرد اون لحظه روی کارش نیست، مثلا همزمان چند نفر میاد و این باید جواب همه رو بده و نمیتونه منیج کنه که مثلا به نگفتن رو نمیتونه انجام بده، به اون فرد بگه الان نه، من دارم این کار رو انجام میدم و بعد این کار الان با دقت انجام بشه و بعد و خب مثلا ممکنه مثلا یه فالشی هم مثلا همزمان آموزش دانشجو باشه، ویزیت بخش باشه، مریض درمانگاه باشه خودسرانه بیاد بخش بگه نه منو اینجا ویزیت کن چون من اومدم اینجا فلان پروسیجر رو الان برام انجام دادن، همینجا جواب منو بده. چند تا چیز آفرین دقیقاً در کنار هم دیگه و خب این خیلی
دوست ندارم چنین چیزی، یعنی اتفاق افتاده و خب مثلا فکر کن دانشجوت هم همزمان خسته است یا اون روز کشیک استراب اینو داره که زودتر بره مثلا کشیکو تحویل بگیره، یا پست کشیک خیلی خسته است دیگه جون نداره، تو هم مثلا همزمان داری دقیقاً و اون آدم نمیشه واقعا بهش خورده گرفت، یعنی اونم واقعا چندین مسئولیت داره که باید همزمان انجام بده، ولی خب هندل کردنش باید کم کم میگه بالاخره براش تجربه بشه دیگه. درست. خب دکتر آخرین سوال ازتون میپرسم، چه تغییری در رزیدنتی فکر میکنید میتونه موثر باشه و اگر که شما این توانایی رو داشتید چی کار میکردید؟ یه چیزی رو حذف کنین، یه قانون جدید اضافه کنین، هرچی. قانون جدیدی که بخوام بذارم که پست کشی آف شن، واقعا خیلی بعد از چند ساعت. خب ما که اصلا کشیکامون مشخصه دیگه، مثلا از 2 صبح که کشیک شروع میشه تا فردا مثلا 7-8 صبح باید تو بیمارستان باشی و خب این آدم مثلا این خستگی رو تحمل کرده و خب کل شبم فکر کنین نخواب. من کشیکایی داشتم که اصلا نخوابیدم توشون و واقعا خیلی بده، تو نخوابیدی و بعد مثلا 2-3 شات قهوه بخوری و بعد شروع کنی روتیشن، آره که سرپا بمونی تا ظهر که تموم بشه، فقط بعد دیگه از یه جایی به بعد دیگه انقدر خسته ای اصلا حوصله این که توضیح بدی هم نداری و واقعا خب این کیفیت کار خودتون میاره پایین، کیفیت اون خدماتی که داری میگیرم میاره پایین. یکی دیگه من توی این شرایط یه سری رزیدنت ها رو دیدم که ایستاده خوابیدن، یعنی چششون رو بستن یه چند ثانیه یا توی درمانگاه دیگه حوصله ندارن، میرن توی اون قسمتی که میخوان بیمار رو معاینه کنن، پرده رو میکشن که دور از چشم استاد یه چند دقیقه فقط بتونن اونجا استراحت کنن. آره و این خیلی چیز بدیه، خیلی بده. مثلا میگم کشیک مثلا اورژانس هم بوده باشی، ما کشیکای مثلا اورژانسمون خیلی سنگین بود تو سال یکی، یعنی تا اورژانس رو تحویل میگرفتی، از همون لحظه که تحویل میگرفتی یعنی کار شروع شده بود، یعنی بیمارا رو تعیین تکلیف باید بکنی، کی بره بخش کی بمونه تو اورژانس، کار مثلا فلان کار اورژانسیش انجام نشده این باید انجام بشه، یه بیمار چند تا بیمار مثلا این وسط شکایت دارن، بعد خب سیستم درمانی ما اصلا به این صورت شده که اورژانس هم یه نوع حالت بخش بستری داره، بخش بستری داره جدا که چون بخشا دیگه تخت ندارن این بیماران ما متاسفانه مجبورن اونجا یه چند روزی هم بمونن تا تخت‌ها خالی بشه و دوباره اینا جابجا شن. خب همین مسئولیت اینها هم با پزشکی میشه که توی اورژانس هست و خب تو فقط خط اول بیماری که وارد اورژانس میشن رو نمیبینی، بیمارانی که موندن توی اون بخش رو هم باید ویزیت کنی و کارهایی که حالا مثلا از صبح واسه اونا مونده و خب این خیلی سنگینه و فکر کنم مثلا تو کل شبم نخوابیدی و اصلا نمیخوابی، همه جمع میشه دقیقا و خب کیفیت کارت میاد پایین. میخوام دکتر توی شرحال گرفتن همیشه آخرش این اتفاق میفته که پزشک به بیمار میگه که چیزی هست که من نپرسیده باشم و تو دوست داشته باشی بگی، حالا به فرض ممکنه که در مورد زندگیش بگه، در مورد دغدغه‌های شخصیش بگه، شما هم چیزی هست که توی این مصاحبه نگفته باشین و دوست داشته باشین که بلند فریاد بزنین؟ آره یه چیزی هست که واقعا خیلی دوست دارم بگم، اینه که رزیدنت ها هم انسانن، یعنی واقعا دوست دارم که کسایی که مراجعه میکنن، اصلا پزشکا همه انسانن، چه دانشجوی پزشکی چه رزیدنت، میخوام بگم که اون کسی که مراجعه میکنه به اون مرکز حالا خدمات درمانی چه دولتی چه خصوصی، اینو باید همیشه در نظر داشته باشه که اون آدمی که مقابلش نشسته ربات نیست و اونم دقیقاً مثل شما یه سری دغدغه‌هایی داره، یه سری استرس‌هایی داره، شاید اون روز اون آدم نبوده، شاید اون آدم یه کشیک خیلی سنگینی رو داشته، یه بیخوابی رو گذرونده، نسبت به همدیگه یکم صبورتر باشه. اول اصلا به خودم واقعا اینو میگم، یعنی بوده تایمایی که خودم هم صبوری نداشتم، خب ولی خب همین که تو آگاهی بیشتری زندگی بکنیم و حواسمون رو به این نکته‌های کوچیک جمع بکنیم که یکم نسبت به همدیگه مهربونتر باشیم و رأفت بیشتری داشته باشیم و تو این ذهنمون باشه که اون آدم اون لحظه شاید یه فشار خیلی سنگینی رو مثلا
داشته میگذرونده و شما نمیدونی و خب اون صبوری شما خیلی ارزشمنده. مثلا توی این 40 روز اخیر برای من به شخص، الان من با شما اومدم مصاحبه کردم، شما نمیدونی، ولی خب مثلا من 3 تا تروما خیلی بزرگ برام تو زندگیم اتفاق تو همین 40 روز و شما اصلا ازش بیخبری و با هم نشستیم صحبت کردیم خندیدیم و اصلا تو چهرم هم نمایان نشد، یعنی نذاشتم نمایان بشه. میخوام بگم که بقیه هم همینن، یعنی ما چون یاد گرفتیم که مشکلاتمون رو بذاریم دم در بیمارستان یا دم در اون مطبمون، مرکز درمانی و بیایم داخل، به این معنی نیستش که اون فرد مشکلی نداره یا یه دغدغه ذهنی نداشته باشه. و خب اون رزیدنتی که اونجا هست عملاً دیگه داره زندگی میکنه. کسی که 36 ساعت 30 ساعت توی اون محیط هست عملاً اونجا دیگه محل زندگیش میشه و بعضی اوقات ممکنه که مسائل زندگیش هم دخیل بشه توی محیط کارش و خب میگم نسبت به همدیگه باید یکم صبوری بیشتری داشته باشیم و چون لود کاری هم بالا هست و فشار زیاده، یک کمی اگه اون لحظه‌ای که میخوایم یا فریادی بزنیم یا حرفی بزنیم، 1 دقیقه هم که شده یه مکسی بکنیم. برعکسش هم هست. میخواستم اتفاقا به همین موضوع بگم، یعنی هر بیماری هم که وارد بیمارستان میشه یک امیدی داره. دقیقاً. و ما هم خیلی اوقات به خاطر اون خستگی که داریم عملاً خود اون بیمار و زندگی شخصیش رو در نظر نمیگیریم، صرفاً روی اون بیماری فوکوس میکنیم. مثلا این بیماری سرطان خونه، اما دقت نمیکنیم که ایشون همسر تازه ازدواج کرده، تمایل داره که بچه دار شه و این سوال‌هایی که داره میپرسه صرفاً به خاطر اینکه ذهن خودش آروم بشه و یکم با طمأنینه بیشتری به سوالاتش جواب بده. گفتم اول خودم میگم چون واقعا هم همینه، یعنی میگم همه باید چنین چیزی باشن، یعنی چه کسی که داره خدمات میرسونه، چون کسی که داره خدمات رو میگیره. مخصوصا اینکه الان شرایط کشور یه جوری هست که واقعا تنش و اضطراب بالاست و همه دوست دارن که تو یه لحظه از کوره در برن واقعا. ان شاءالله که شرایط خیلی بهتر